شیطان به بالین جوانی رفت و گفت من مرگم، اگه میخوای زنده بمونی این یکی از این 3 تا کاری که بهت میگم باید انجام بدی، یا پدرتو بکشی یا خواهرتو کتک بزنی که سر و سینه‌اش بشکنه، راه سوم هم اینه که شراب بخوری. از ترس مرگ شیر هم لرزه به تنش میفته، پس حق داشت که بترسه. گفتا پدر و خواهر من هر دو عزیزند، هرگز نکنم ترک ادب این 2 نفر را. لیکن چون به می دفع شر از خویش توان کرد، می نوشم و با وی بکنم چاره شر را. پدر و خواهرمو که نمیتونم بکشم بزنم، شرابو میخورم دیگه، این مرگو از سر خودم رد میکنم، باز کم ضررتر از بقیه است. جامی 2 بنوشید و چو شد خیره ز مستی، هم خواهر خود را زد و هم کشت.